قراره برای یلدای امسال یه همچین چیزکیک ناپلئونی با کیفیت و خوشمزه‌ای رو تو خونه خودت به راحتی درست کنی. چه شود؟ 2 بسته خمیر هزار لای شیرینی کاپو میخوایم، چون با کاپو شیرینی‌ها یه جور دیگه خوشمزه میشه. خمیر رو به آرومی پهن میکنیم و کمربند قالبمون رو باز میکنیم و روش قالب میزنیم. بعد خمیری که به اندازه قالبمون شده رو توی ظرف مورد نظر میذاریم و روش رو چنگال میزنیم. اون گوشه های خمیر رو هم میچینیم و میفرستیم میره توی فرن. بعدم 2 قاشق پودر ژلاتین رو با یه مقداری آب جوش حل میکنیم و میذاریم رو بخار کتری تا بماری شه. پنیر خامه‌ای، خامه صبحانه، یه مقداری وانیل و شکر رو انقدر با هم میزنیم تا یه بافت منسجم و یک دستی بهمون بده. اینجوری نصف این مواد رو برمی‌داریم و نصف اون ژلاتینی که بهش حتما پودر قهوه فوری یا نسکافه اضافه کردیم رو به این مواد پنیری اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه ترکیبشون میکنیم. حالا دیگه خمیری که پخته رو تو قالبمون میذاریم، روش رو حتما با یه مقداری شیر مرطوب میکنیم و اون مواد پنیری رو بهش اضافه میکنیم و خیلی خوب صاف میکنیم و میبریم میذاریم 1 ساعت توی یخچال بمونه. بعد از 1 ساعت برای لایه دوم یه دونه دیگه از اون خمیرهایی که به اندازه قالب بریده بودیم و پخته رو میذاریم روی لایه اول. بقیه اون مواد پنیری رو هم دوباره با نسکافه و ژلاتین ترکیب میکنیم و میریزیم روی خمیر لایه دوم. حالا نوبت اون کناره های خمیره. ببینید چقدر خوب پف کرده و چقدر لایه لایه‌ایه. شما میتونید حتی شیرینی ناپلئونی هم باهاش درست کنید. اونا رو پودر میکنیم و میبریم میریزیم روی لایه آخر و میذاریمشون دیگه توی یخچال. آخر سرم به دلخواه خودتون با پودر قند میتونید تزیینش کنید. بعدم از قالب درش بیارید و چیزکیک خوشمزه شما آماده است. پس حتما یادت نره مزه یلدات رو بسپرش به کاپو.